شاید برای خیلی ها این یک چیز معمولی باشه، اما این رو بدونید هر جا در لبه پرتگاه ها و صخره ها شما سوراخی رو دیدید که به مانند قلاب، ببینید به مانند قلاب هست، شما شک نکنید در این پرتگاه و در اون پرتگاه شما حتما یک خبری دارید، چون که همونطور که دارید میبینید این قلاب ها برای بستن طناب بودن. دقت میکنید در اون زمان آماده ترین چیز همین قلاب ها بودن که در صخره ها تراش میدادن عزیزان من، که ما هم الان در اون یک طنابی رو گره دادیم و پله رو قرار دادیم. این یک نشانه. نشانه بعد در این قسمت که دارید مشاهده میکنید کاملا توسط سنگچین پلمپ شده بود. یعنی ما تعدادی سنگ بزرگ رو داشتیم که این قسمت کاملا پلمپ شده بود توسط 2 تیکه سنگ یک دست. زمانی که این سنگ ها برداشته میشه در قسمت ورودی ما انواع ادله های باستانی رو پیدا میکنیم که این رو برای ما قطعی میکنه که اینجا دستساز هست و دستساز باستانیان هست. خب ببینید انواع سفال ها، دقت کنید انواع سفال ها همراه با انواع استخوان ها. ببینید موره کمر، دقت کنید دندان انسان، مهره های کمر، دقت میکنید مهره های کمر در اینجا قرار گرفتن عزیزان من در قسمت ورودی که دارید مشاهده میکنید. و بعد از این ورودی همونطور که مشاهده میکنید ادامه کار قرار گرفته که کاملا با خاک پر بوده و ادامه داره عزیزان من تا جایی که به یک اتاقک برخورد میکنه. ورودی کاملا مسدود شده بود عزیزان و بعد از اون ما با انواع ادله های باستانی برخورد کردیم که اینها کار رو برای ما قطعی میکنن و تضمین میکنند. پس این نشانه هایی هستند که کار رو ارزش میبخشن، مانند این جاپاها، سکو، سفالها، استخوانها، پلمپ ورودی و تونلی که در ادامه داریم که یک چیز نزدیک به 15 متر میباشد. موفق و مؤید باشید. حسین ایران دوست. همچنین عزیزان